سال قبل همین موقع بود رفتم برای گرفتن کارت اقامتم توی ایتالیا و بعد انتظار برای 3 ماه مکرر رفتم و سیستمشون قطع بود و کل روز نشسته بودم تو اون ساختمون اداریشون که سیستم بیاد بالا و بعد اون یک روز کامل رو که اونجا بودم سیستم نیومد بالا. شماره منو گرفتن و بهم گفتن که ماه بعد یا هفته بعد بهت وقت میدیم و این بود داستانی که شروع شد. مهاجرت تحصیلی و حقایقی که باید قبلش بدونید بچه‌ها. همه این حرفایی که بهتون میگم بر حسب واقعیته، هیچ بزرگنمایی یا کوچیک کردن واقعیت وجود نداره. به من گوش کنین، قراره بهتون تجربیاتمو بهتون بگم. خب سوال اینه، کیفیت زندگی تو اروپا چطوریه؟ کیفیت زندگی، باید بگم کیفیت زندگی توی اروپا اگه بتونی کار کنی، حتی کارهای خیلی عادی، مثل دکه داری، مثلا دکه یه دونه رستوران یا یه دونه چه میدونم میوه فروشی رو بگردونی یا یه سوپرمارکت یا یه مارکت زنجیره‌ای رو بگردونی، خیلی خیلی پولی که میگیری بهتر از زندگی دانشجوییته. اینو بهت قول میدم. توی زندگی دانشجویی معمولا خصوصا بچه‌های ارشد که مثلا میرن ایتالیا و اینا پول خیلی کمی بهشون میدن، ولی تو دکترا باز پولی که میدن بهتره بچه‌ها. توی دکترا پولی که میگیرید خوبه، ولی حتی تو دکترا هم پولتون کمتره. مثال توی مثلا هلند پولی که به یه دانشجوی دکترا میدن که کار هم حساب میشه حدودا مثلا 3000 2000 4000 3000 2000 3500 تو این حدوده. بعد شما یه دونه برید توی سوپر مارکت زنجیره‌ای تو هلند کار کنید، حدوداً 4000 تا ماهانه میتونید بگیرید، 4400 4000 فول تایم. و این نشون میده که حتی تو هلند هم زندگی دانشجویی نسبت به کار حتی معمولی پایین تر میگیره، ولی خب زندگی دانشجویی اینه که بعد از اینکه درست تموم شد خب کار اگه بتونی گیر بیاره خیلی درآمدت بالاتر از اون کار معمولی. ما تو اینجا خیلی چیزا داریم که تو ایران نداریم، مثلا هر چیزی که شما بخواید، هر بازار سرمایه گذاری که بخواید تو اروپا وجود داره. تو ایران همچین حالتی نیست به خاطر تحریم‌های گسترده. هر برندی شما بخواید اینجا هست، هر چیزی بخواید اینجا هست، ولی تو ایران خیلیاشون وارد نمیشن یا خیلیا قیمت‌های چندین برابر تو مجبوری بگیری و نمیتونی بگیری. دوری از کشور و خانواده. مورد بعدی که خیلی مهمه و خیلی روتون تاثیر میذاره بچه‌هایی که خصوصا سینگل میاید اینجا، یعنی با پارتنرتون نیستین و تنها میاید، خیلی روتون قرار تاثیر بذاره و خیلی قرار فشار زیادی روتون بیاره. برای مثال دلتون تنگ میشه واسه خانواده‌تون، دلتون تنگ میشه واسه خوراکیاتون، دلتون تنگ میشه واسه بقالی سر کوچه‌تون. واقعا دارم اینا رو میگم، چیزایی که قراره حسشون کنید. دلتون تنگ میشه واسه مسخره ترین چیزهایی که بهشون یه زمانی فوش میدادی، مسخرهش میکردی، میگفتین چقدر بده، ولی دلتون حتی به اون چیزها هم تنگ میشه. این هم از جمله چیزهاییه که باید در نظر بگیرید. دلتنگی وجود خارجی داره و واقعیه، ولی تنها راهش و بهترین راهش اینه که شما خودتون رو با کار درگیر کنید. اگه بتونید خودتون رو با کار و تحصیل درگیر کنید، این دلتنگی رو کمتر حس میکنید و بعد یه مدت حالتون بهتر میشه. معمولا به این قضیه افسردگی بعد مهاجرت میگن بچه‌ها، که 1 سال بعد مهاجرت شما شوک فرهنگی رو تجربه میکنید، در کنارش دوری از خانواده و اون افسردگی مهاجرت رو بهش دوچار میشید. بعضیا اینطورین که مثلا 3 ماه طول میکشه درستشن، بعضیا 6 ماه، و معمولا خودشو همون موقع که مهاجرت کردین خودشو نشون نمیده. اولش آدم مهاجرت میکنه خوبیا رو فقط میبینه، بدیا رو نمیبینه. یه مدت میگذره کم کم بدیا رو میبینی و بعد یه مدت تازه اون افسردگی میاد سراغت و باید آماده این قضیه باشی و بتونی هندلش کنی. این بخش ویدیو خیلی غم انگیزه، هموطنامون بسیار بی‌اعتنان بهمون. بچه‌ها این واقعیته. بعد از اینکه مهاجرت کردید، اینو بهتون بر حسب واقعیت میگم. من خودم شخصا هیچ موقع همچین شخصی نبودم و نیستم و نخواهم بود، ولی خیلی ها اینطوری بودن و من هیچ وقت دلیلش رو نفهمیدم. ایرانی های عزیز خیلی هاشون بعد از اینکه میان مهاجرت میکنن،
ازشون سوال میپرسی جواب سوالتو نمیدن، ازشون کمک های خیلی ساده هیچ کار خاصی انجام نمیدن، کمک های خیلی کوچیک میخوای برات انجام نمیدن و شاید فکر کنی این انتظاره، ولی در اصل بچه این انتظار وقتی ایجاد میشه که تو خودت برای اون شخص در نظر داشته باشی اگه همچین کمکی رو خواست براش انجام میدی، برای همین بهش میگی. برای مثال من به دوستم میخوام بهش بگم مثلا میشه جزوه‌تو به من بدی، اگه دوست من همین چیزو بهم بگه من در جای جزوه‌مو بهش میدم. مثلا آقا میتونی به من مثلا فلان فایلو بدی، اگه ندی من ممکنه درسمو بیفتم، من ممکنه بورسیامو از دست بدم، من ممکنه زندگیم خیلی بد بشه، مجبور باشم برگردم، هزار تا مشکل. و اون شخص ممکنه بهتون کاملا بگه نه و کاملا ایگنورتون کنه، اصلا نبینتتون، اصلا دیگه انگار وجود خارجی ندارین، پیاماتون رو نبینه. این چیز واقعیته و توی ایرانی های هموطنمون زیاد اینو میبینیم. خودتون رو آماده کنید برای این قضیه و واقعا این قضیه خیلی دردآوره و بچه های اینجا مثل واقعا بچه 5 ساله رفتار میکنن. متاسفم اینو بهتون میگم و امیدوارم اینو تجربه نکنید و با ایرانی های خوب آشنا بشید. هرچند من الان ایرانی خوب هم دارم، تو بین دوستام هستن ایرانی خوبم پیدا کردم، ولی مثلا درصدش 30-70، 30% به 70% و اینو در نظر بگیرید. این شرایط قراره براتون پیش بیاد و از همه مهمتر به هیچ وجه نه به خارجی نه به ایرانی، به هیچ کس اعتماد نکنید تو مهاجرتتون وگرنه خیلی اتفاقات بدی براتون میفته. نصیحت مهم و بعدش نتیجه گیری. بچه ها نصیحت مهم چیه؟ هر کشوری میرید مهم نیست، میری هلند، میری آلمان، میری ایتالیا، میری فنلاند، هر کشوری میری، اولین کاری که میخوای براش انجام بدی یعنی برنامه‌ریزی کردی بری اون کشور، بشین زبانشو بخون. هیچی مهم نیست، زبانشو اگه بلد باشی میتونی همه چیزو انجام بدی. زبانشو بلد نباشی خیلی ممکنه سخت بگذره برات. اگه توی کشور باز پیشرفته تر باشی مثل هلند که 90%شون انگلیسی بلدن خیلی زندگی راحت تره، ولی اگه توی کشوری مثل اسپانیا یا ایتالیا بیای زندگی کنی خیلی زندگی قرار برات سخت بشه و اینا انگلیسی زیاد قرار نیست بلد باشن، یعنی اصلا بلد نیستن. شاید باورتون نشه توی درصد آمار عجیب ایتالیایی‌ها حدوداً بین 20 تا 30%، ببخشید بین 10 تا 20%، حدوداً فکر کنم 18% بود، آمارش دقیق یادم نیست، ولی اون چیزی که مطمئنم زیر 30% ایتالیایی‌ها انگلیسی بلدن. یعنی از هر 10 نفری که شما میبینید 3 یا 2 نفرشون انگلیسی بلدن و این واقعاً حالت سختیه. شما مثلا میری هر جایی باید نمیتونی انگلیسی صحبت کنن، باید ایتالیایی بلد باشی. باز تو هلند خوبه میتونی کارتو راه بندازی، ولی هیچ موقع نمیتونی کار پیدا کنی، کار خیلی خوب منظورمه، نه کار معمولی، کار جنرال میتونی پیدا کنی. این هم در نظر بگیرید. نکته آخر، با همه این بدی‌ها و این شرایط مهاجرت کنید. بله مهاجرت کنید، مهاجرت خیلی خوبی‌ها داره، من توی یه ویدیو جدا کامل براتون خوبیاشم میگیرم. اینا بیشتر چیزایی بود که باید بهتون میگفتم، باید آماده باشید برای این چیزا. اگه دارید مهاجرت تحصیلی میکنید این چیزا رو حس میکنید، تجربه میکنید. گفتن اینا شاید برای بعضیا مثلا بد باشه، بعضیا بگن این داره چرت و پرت میگه اونا، ولی وقتی که مهاجرت کنید و اینا رو حسش میکنید خودتون کامل همه این چیزایی که گفتم رو درک خواهید کرد، مگر تو حالت خاصی که کاملا شانسی و رندومه. من حالت کلی و تجربیات خودم و اطرافیانم رو بهتون گفتم. امیدوارم که هر کجا هستین سالم و سلامت باشید. در آخر با لایک و کامنت و اینا بهمون انرژی میدید. مرسی ازتون. بای بای.